بچه‌ها چطورین؟ به چنل یکسین خوش اومدین. امروز بریم با همون ساخته سرور ماینکرافت. به به. خب اولین کاری که ما می‌کنیم اینه که www.skillaclub.com رو سرچ می‌کنیم که فکر می‌کنم خب نه مشکلی نیست. الان دوباره همون شما بزنید اسکیلاکلاب، خود گوگل براتون میاره همونطوری که براتون نوشتم. وقتی که وارد سایت میشیم اینجا باید اکانت بسازید. مراحل خاصی نداره، یه اکانت گوگل لازمه حتما. شما رو گزینه فری کلیک میکنید و بعد روی گزینه get your server کلیک میکنید. خب اینجا میتونید دو نوع سرور بسازین، همون جاوا و پاکت ادیشن. تو این ویدیو من فقط روش ساخت سرور جاوا رو آموزش میدم. اینجا میتونیم لوکیشنمون رو انتخاب کنیم، هر لوکیشن دلتون بخواد. من حالا برای مثال کانادا رو انتخاب میکنم. نسخه ماینکرافتمون رو انتخاب میکنیم. حالا من رو نسخه 1.24 میخوام بازی کنم و همینطور که میبینید کاملا رایگان با 6 گیگابایت رم. نکست رو میزنیم. نکست. خب و بعد روی گزینه کانتینیو کلیک میکنیم. وای میسیم تا لود شه. من قبلا چون سرور ساختم سایت دیگه اجازه بهم نمیده، ولی مشکلی نیست. ما میریم روی تنظیمات سرورمون. همینطوری که ما یه سرور داریم، من سرور رو میزنیم، سرور رو آن میکنیم. حتما اون کد رو باید کپی کنید یا حالا به هر صورتی واردش کنید توی همون دایرکت کانکشنتون یا همون اد سرورتون. سرور رو اینجا آن میکنیم، صبر میکنیم که پروسه ها رو انجام بده. زیاد زمان بر نیست، بستگی به سرعت اینترنتتون داره یا اینکه چه تعداد پلیری دارن سرور مثلا میسازن یا وارد سرورشون شدن. نکست رو میزنیم. همینطور که میبینید سرور ما روشنه. وارد ماینکرافت میشیم، گزینه دایرکت کانکشن رو میزنیم، اون کدی که داریم رو کپی وارد میکنیم، پیست میکنیم، جوین سرور رو میزنیم. همینطور که میبینید من وارد سرور شدم. سرورش لگی نمیزنه، با پینگ معمولا حدود 228 199. حالا بستگی به سرعت اینترنت شما داره. و بله سرور ما ساخته شده. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. یادتون نره که چنل ما رو حتما ساب کنید، حتما ما رو لایک